امروز قراره یک سری بازی‌های کاربردی که توی اتاق درمان خودم از اونها استفاده میکنم به شما یاد بدم تا بتونین از طریق این بازی‌ها بعضی از نشانه‌های اضطرابی بچه‌ها رو در منزل کاهش بدین یا حداقل بتونین مدیریتش کنین. اولین بازی افکار هست. بازی افکار چیه؟ بعضی از افکار ما افکار نگران کننده هستن، یعنی سیاهن. وقتی میان حال ما رو بد میکنن. این افکار مثل چی؟ مثل اینکه من نمیتونم از مامانم دور بشم. اگر توی کلاس معلم از من یک سوالی بپرسه و من نتونم جوابش رو بدم چی؟ اگر من مدرسه باشم و برای مامان بابام اتفاقی بیفته، اگر من مدرسه باشم و زلزله بخواد بیاد، ما به این افکار میگیم افکار نگران کننده. چرا شبیه ابر هستند؟ ذهن ما مثل یک آسمونه و افکار داخل ذهن ما میان و میرن. بعضی اوقات این افکار نگران کننده هستند و حال ما رو بد میکنن. مثل چی؟ مثل زمانی که بچه با خودش میگه من اگر مدرسه باشم زلزله بیاد مامانم چی میشه؟ من اگر مدرسه باشم و برای مامانم اتفاق بیفته من باید چیکار بکنم؟ بعضی از این افکار اما سازنده، سالم و مثبت هستند که جایگزین کردن افکار سالم با افکار نگران کننده وظیفش بر عهده من درمانگر و شما والدین هست. ما نمیتونیم به بچه ها دروغ بگیم یا افکار نگران کننده اونها رو انکار کنیم، اما میتونیم افکار نگران کننده اونها رو با افکار مثبت و سازنده جایگزین بکنیم. کلینیک اعصاب و روان فاخر